عرض درود مجدد خدمت تمام دوستان. بریم سراغ بخش دوم از فصل پایانی که قرار در این بخش که قسمت دوم هستش از بخش دوم کم کم بچه ها نقطه ورود ها رو میخوایم با هم بررسی کنیم، به چه صورتی باید توی پوزیشن ها ورود بگیریم و شروع به ترید کردن بکنیم. بچه ها توی ویدیوی قبلی، یعنی توی قسمت اول همین بخش دوم که با هم بررسی کردیم، روی طلا بودیم. بعد اینجا من یه خط انداختم، اون زمان قیمت ها اینجا بود، تقریبا اینجا بودش. توی تایم فریم پایین تر، تایم فریم روزانه هستیم، اینجا بودش. بعد من گفته بودم قیمت میاد نقدینگی اینجا رو پاکسازی میکنه، به سمت بالا اومد. یک چیزی که گفتم اینجا، یک مثال خیلی خوبی هستش که بخوایم با هم بررسیش کنیم، اینه که گفتم ببینید اگه دوره رو کامل دیده باشید دیگه از خودتون نمیپرسید یا براتون سوال نمیشه که چرا قیمت از اینجا شروع به برگشت کرده به سمت پایین، از این نقطه که چرا شروع به اصلاح کرده. خب چرا از اینجا شروع به اصلاح کرده؟ سرمنشش برمیگرده به اینجا. ببینید اگر ما توی یک تایم فریمی، ببینید در تایم فریم پایین تر، من اینجا رو یک دونه به این صورت خطی بندازم، اینجا یک دونه بندازم سر نوک این کندل، یک دونه بندازم اینجا. بچه بریم تایم فریم یک ساعته، اونجا بهتر میشه دیدش. خیلی خوب، اومدیم سراغ تایم فریم یک ساعته. خب ببینید بچه ها، توی تایم فریم پایین تر ببینید توی تایم فریم یک ساعته داریم با هم بررسی میکنیم. ببینید قیمت اومده سقف پایین تر زده، اینجا سقف پایین، سقف پایین، بعد سقف پایین، بعد عرض به خدمتتون بشه دیگه اینم آخرین سقف اینجا بوده که زده، سقف پایین تر زده، کف پایین، بعد عرض به خدمتتون بشه کف پایین، کف پایین زده. خب بعد اگه بخواید نگاه کنید قیمت چه کار کرده، اومده نقدینگی داخل این کندلو اینجا رو پاکسازی کرده، نقدینگی اینجا رو هم پاکسازی کرده، نقدینگی که داخل این قسمت ازش پاکسازی کرده و از این اوردر بلاک ما که اینجا واقف هستش روی طلا شروع به حرکت کرده، رفته به سمت بالا. ببینید وقتی قیمت میاد به اوردر بلاک به این صورت شادو میزنه، دقت کنید این اوردر بلاک ما که اینجا هستش، ببینید این اوردر بلاک ما بودش. اگه بخوایم طبق تعریف در نظر بگیریم میشه آخرین کندل نزول قبل از ایجاد یک حرکت صعودی، میشه این. ولی من بهتون چی گفته بودم؟ گفتم وقتی که دیدید اوردر بلاک ما یک کندل به این بزرگی هستش، ببینید این محدوده 50% این محدوده رو ببینید، این باکسی که کشیدم محدوده 50%ش که دقیقاً نگاه کنید موس روشه، نشانگر موس روشه، این محدوده 50% اینجور کندلای بزرگ در نظر وقتی که بگیریم میشه اوپن این کندل سعودی. خب میشه اوپن این کندل سعودی. پس این نشون میده به ما که چی؟ سفارشات خیلی عظیمی توی این بازار، توی این محدوده قیمتی بوده. قیمت وقتی که به این محدوده ها میاد بچه ها یک شادوی میزنه. البته صحبتم از رشته‌گرم و دستم در رفت، من موبایلم زنگ زد متوجه نشدم و چون ویدیو رو باز کنم. ولی خب داشتم اینو میگفتم که قیمت وقتی به این محدوده به این شادوی میاد میزنه، خب یعنی به این محدوده احترام میزنه، نشون میده که سفارشات به حدی زیاد بوده که قیمت حتی ببینید اینجا نقطه اوپن بوده، قیمت اومده پایین، سفارشات رو جمع کرده، اومده اینجا کلوز داده. یعنی با چقدر فاصله؟ ببینید اگه از همین نقطه کلوزش تا همین شادو مد نظرمون باشه 211 پیپ یا 211 واحد قیمت حرکت داشته که نشون میده سفارشات سازمانی اینجا بوده. حالا با توجه به اینکه سفارشات سازمانی اینجا بوده اومده تا بالا، خب اومده این سقفای اینجا تارگت های قیمتی بوده و قیمت اومده تا این محدوده اوردر بلاک که اینجا، که اینا رو باش راجبش اینا رو توضیحات لازم دارم، نمیخوام تایم ویدیو رو زیادتر کنم، فقط خواستم اینجا یک نکته رو بهتون بگم، اونم این بود که ببینید
قیمت با این که رفته بالا ولی اومده دوباره نقدینگی همین کندل اینجا که زده بوده شادوشون پاکسازی کرده. خب بعد که پاکسازی کرده اومده چه کار کرده؟ اومده نقدینگی رو پاکسازی کرده، بعد اورجینی همون منشأ حرکتی که اومده اینجا رو بریک کرده رفته به سمت بالا شده این قسمت بوده. خب پس اینجا بوده، میشه این کندل ما. خب با توجه به اینکه این کندل ما بوده قیمت اومده بالاش هم نقدینگی ساخته، شرایط ارده بلاک رو مهیا کرده، مارکت استراکچرش هم تاییدش رو داده. بعد ما انتظار داشتیم قیمت بیاد اینجا به این واکنش بده، چیکار کنه؟ به سمت بالا حرکت کنه و ادامه بیاد تا لااقل نقدینگی اینجا رو بزنه و فضای خالی اینجا که هستش رو پر کنه. ولی خب این حرکت اتفاق نیفتاده، قیمت بهش احترام نذاشته و ریزش کرده به سمت پایین. بریم تایم فریم روزانمون. تایم فریم روزانه بچه‌ها نمیخوام تایم ویدیو هم یکم زیاد بشه، اینم توضیح بدم. بریم سر اصل موضوع. خیلی خب ببینید بچه‌ها، این همون ناحیه بوده. خب این همون ناحیه بوده وقتی بریک کرده به سمت پایین رفته. چون این آوردیم این بر وقتی بریک کرده به سمت پایین رفته، خب اومده بهش چیکار کرده؟ ببینید با این کندل اومده بریک کرده. خب این محدوده‌ای که اینجا بوده رو بریک کرده به سمت پایین، برگشته با این شادو اینجا بهش. ببینید این شادو رو ببینید اینجا، این شادو اینجا برگشته با این شادو به این محدوده پول بک زده و شروع به ریزش کرده. حالا با توجه به اینکه در تایم فریم روزانه اینجا اومده بریک کرده به سمت بالا، خب و اینجا در تایم فریم پایین تایید اینجا سمت بالا بریک کرده، پس ارده بلاک ما توی تایم فریم بالاتر توی همین تایم فریم هستش اینجا میشه که دوباره میبینیم قیمت وقتی حرکت کرده به سمت بالا اومده دوباره بریک کرده. ببینید یه دونه اینجا پول بک داشته، اومده بریک کرده این ناحیه اینجا رو. ما پس اینو متوجه شدیم. اینو من پاک میکنم که باعث نشه بچه‌ها یکم باعث سردرگمی مطالب باشه. خیلی خوب. حالا با توجه به اینکه قیمت ما گفتیم اومد این محدوده رو بریک کرد، برگشت بهش پول بک زد که میشه بریکر بلاک ما این کندل. و با توجه به اینکه این به این بریک پول بک زده، بریکش کرده و پول بک زده، بخوایم نگاه کنیم بچه‌ها ببینید دوباره قیمت به همون منطقه واکنش داشته. خب به همون منطقه واکنش داشته، ولی اگه شما بخواید نگاه کنید محدوده حمایت مقاومت کلاسیک این خط قرمز اینجا هستش. ببینید این خط قرمزی که اینجا بوده، اینجا حمایت بوده، بریک شده، پول بک زده، تبدیل به مقاومت شده. حالا اومده مقاومت رو بریک کرده. حالا خیلی اونا که کلاسیک کار میکنن اونجا منتظرن که تاییدیه بگیرن. توی این نواحی اینجا تقریبا دقیقاً نه همینجا، محدوده اینجا منتظرن یک دونه تاییدیه بگیرن و بعد بیان چیکار کنن؟ به سمت بالا یک پوزیشن بای بگیرن. اینم از این قسمت که خواستم بهتون توضیحشو بدم. خیلی خوب بچه‌ها، پس متوجه شدیم چی به چیه. نقدینگ اینجا هم گفتیم قیمت پوکسازی کرده. ببینید حالا اگه بخوایم در تایم فریم روزانه نگاه کنیم، این میشه سوینگ استراکچر ما که قیمت اومده از اینجا شروع به حرکت کرده در تایم فریم روزانه، به ایناش کار نداریم. بریم تایم فریم یک ساعته. اینا رو در ویدیوی قبلی با هم بهتون توضیح دادم و بررسیش هم کردم. بعد عرض به خدمتتون بشه بچه‌ها، ببینید که قیمت اینجا نقدینگی که ساخته بوده اومده با این شادوی اینجا این نقدینگی رو پاکسازی کرده. این نقدینگی رو اینجا پاکسازی کرده و از این محدوده این اوردر بلاک اینجا فرقی نمیکنه. شما بخواید این اوردر بلاک، ببینید این هم خودش یک اوردر بلاکه. خب این خودش یک دونه اوردر بلاک هست، ما نمیگیم نیست. خب این اوردر بلاک اینجا، این کندل، این اینجا اوردر بلاکه. میبینید که قیمت هم بهش واکنش داده. نگاه کنید قیمت هم بهش واکنش داده، منکرش نیستیم. ولی چون این هم خودش یک اوردر بلاک هستش، ما میایم چیکار میکنیم؟ میایم این دو تا کندل رو در نظر میگیریم، میگیم این اوردر بلاک ما هستش که قیمت راحت بتونه بهش واکنش داشته باشه و ما ورودی بخوایم بکنیم به این صورت ورود کنیم. خیلی خب بچه‌ها، قیمت اومد چه کار کرد؟ ببینید
الان شما به عنوان اینکه یک دونه میخواید تریدی انجام بدی، نقاط ورود شما میتونست کجاها باشه؟ بچه‌ها من میخوام این ویدیو که ویدیو دوم هستش، از بخش دوم قسمت دومش هستش، میخوام توضیحات لازم بدم که شما چجوری باید دیدگاهتون نسبت به چارت باشه. بعد توی ویدیوی بعدی میریم راجع به این که اصلا چجوری باید ورود بزنیم، مثلا به چه صورت. مثلا به فرض مثال وقتی قیمت اینجا هستش، خب به فرض مثال وقتی قیمت اینجا هستش، مثال دارم عرض میکنم، خب مثلا این اردر بلاک ما هستش، وقتی قیمت میاد میرسه به این اردر بلاک، ما چجوری ورود بزنیم، با چه المان هایی باید ورود بزنیم. تو ویدیو بعدی اینا رو بررسی میکنیم. خیلی خوب، ببینید بچه نها کنیم، میخوام دیدگاهتون رو فقط باز کنید به چارت. نقدینگی داشته، پاکسازی کرده، بعد از پاکسازی پول بک زده، رفته بالا راحت. خیلی خوب، میخوام نقاط ورود رو بهتون نشون بدم که باید چجوری باید ترید میزدید. ببینید اینجا رو میبینید بچه‌ها، این محدوده اینجا رو، این خودش یک محدوده نقدینگی بوده. خب اینا مورد بلاک ما بوده اینجا. خب این قسمت ببینید این نقدینگی اینجا بالای اردر بلاک ما بوده، قیمت رفته بالا 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 بازی کرده، اومده نقدینگی اینجا رو پاکسازی کرده، نقدینگی اینجا رو پاکسازی کرده و بعد از اون، منظورم پاکسازی کرده یعنی برگشته، نقدینگی اینجا رو زده، سوختش رو گرفته، همونجور که توی ویدیو اول گفته بودم. بعد از اون شروع به حرکت اصلی کرده به سمت بالا. ببینید بچه‌ها، بازم میگم بازار نیاز به سوخت رسانی داره. سوخت توی بازار چیه؟ مانی، پول. فقط پوله که باعث حرکت میشه، نه اندیکاتور، نه اردر بلاک، نه نمیدونم خط روند، کانال یا انواع اقسام ابزارهای دیگه. این پول هستش که بازار رو داره تکون میده. ببینید وقتی قیمت اومد سوخت مورد نیازش رو از اینجا جمع کرد، حرکت اصلیش رو به سمت بالا شروع به انجام دادن کرد، یعنی حرکتش رو انجام داد. دوباره اینجا نیاز به سوخت رسانی داشت، نیاز به پول داشت. تا زمانی که این پول جمع نمیتونست بکنه، تا زمانی که این پول جمع نکرد، نمیتونست به سمت بالا حرکت کنه. پولش جمع کنه، به سمت بالا حرکت میکنه، میره. و میخوام ببینید بچه‌ها، میخوام دیدگاهتون نسبت به چارت به این صورت مفهومی باشه، نه ستاپ محور که بیاید بگید این نقدینگی، این اوردر بلاک، خب این مارکت استراکچر برو بالا. نه، وقتی شما بتونید مفهومی بازار رو درک کنید، میتونید خیلی راحت هم از بازار سودتون رو دریافت کنید. خیلی خب، این تا اینجای کار. بچه‌ها من میخوام اگه اجازه بدید میرم خیلی عقب‌تر. خیلی خب، ما یک جای سخت، خیلی سخت میخوام بیارم. من شروع به اینکه دیدگاه هم نسبت به چارت به چه صورت هستش رو پیاده سازی کنم که شما بتونید از روی دست من دیدگاه پیدا کنید. یک جایی که میخوام قیمت رنج زده باشه، من اینو پاک کنم. اینجا خیلی خوبه. بچه نگاه کنید، وقتی به اینجا نگاه میکنید اصلا سردرگم میشید. قیمت با خودتون میگی داره چی کار میکنه، خدایا میره بالا و میاد پایین. نگاه کنید، رفته بالا و اومده پایین، رفته بالا و اومده پایین، رفته بالا و اومده پایین، داره چی کار میکنه. قیمت بخوای نگاه کنید بچه‌ها به صورت تریدینگ رنج، روند تریدینگ رنج، یعنی هم روند بوده هم تریدینگ رنج بوده. یک روند کند و آهسته و اسلو داشته. این نوع حرکت ها جایی هستش که باعث میشه که یک تریدر خودشو گم کنه و خارج از استراتژی ترید کنه. ببینید کلاسیک کار میاد چی میگه؟ کلاسیک کار میاد میگه این یک اسپایک، این یک اسپایک. خب به این صورت بسید نشون میدم. کلاسیک کار میگه این اسپایک، خب میاد میگه این کانال، میاد میگه این کانال بریک شده، تبدیل به تریدینگ رنج شده.
تبدیل به تریدینگ رنج شده که اگرم بخواید نگاه کنید قیمت بچه خودتون دیگه ببینید دیگه از کجا برگشتن. راجع به این فیبوناچی هم ویدیوش ثبت شده داخل کانال هستش، میتونید ببینید. توی این تایم فریم این لگی که قیمت زده از این نقطه شروع به حرکت کرده و تا این نقطه بالا اومده که اگه بخوایم حساب کنیم تا این نقطه. خیلی خوب بچه ها، قیمت از کجا برگشته؟ از این نقاط شروع به برگشت کرده. عدداش هم نشونتون میدم ببینید. از این نقاط شروع به برگشت کرده، به سمت بالا رفته و این حرکتی که به این صورت به اینجا اومده بازش اینجا بوده که گفتم اینم بدونید. خیلی خوب، کلاسیکار اومد گفت اسپایک کانال تریدینگ رنج، ولی اسمارت مانی کار آی سی تی کار چی میگه؟ اسمارت مانی کار آی سی تی کار میاد میگه چی؟ میاد میگه قیمت اومده یک دونه حرکت این بالانس زده. بچه ها شادوها رو بهتون گفتم دیگه، این یک شادویی که اینجا هستش یک دونه اوردر بلاک توی تایم فریمه با این تر هستش که قیمت هم بهش واکنشی داشته. خب حالا ما با ایناش کار نداریم. من توی همین تایم فریم یک ساعته اوردر بلاک تایم فریم 15 دقیقه 5 دقیقه رو کشیدم، به ایناش کار نداریم. قیمت اومده حرکت کرده، نقدینگی داشته، به این صورت نقدینگی خط روند داشته، بریک کرده. حالا کلاسیک کار میاد میگه چی؟ اشتباه نکنم میگم فالینگ ویج، اشتباه اگر نکنم میگم فالینگ ویج، بریک کرده، پول بک زده، ریخته. دوباره اونا میان میگن این کاناله که ما نمیگیم کاناله، ما میگیم نقدینگیه. نقدینگی به چه صورت نقدینگیه؟ اونا میان چیزی رو میگن کاناله، ما نمیگیم کاناله، میگیم نقدینگیه. به چه صورت نقدینگیه؟ ما میگیم این یک نقدینگی اینجا، این یک نقدینگی اینجا، این یک نقدینگی اینجا که قیمت برخورد با اوردر بلاکش اینجا باعث میشه که به سمت بالا حرکت کنه و نقدینگی اینجا رو بزنه و این محدوده‌ای که اینجا هستش، این محدوده باعث میشه قیمت دوباره اصلاحی داشته باشه که حالا من با اینش دوباره کار ندارم. اینا رو پاک کنم، اجازه بدید چارتمون تمیز باشه. خیلی خوب، قیمت میبینید که اینا نقدینگی بودن. خب و با توجه به اینکه اینایی که اینجا نقدینگی بودن، خب اینجا نقدینگی بودن، قیمت برگشته به اینجا. برگشته به این اوردر بلاک و این اوردر بلاک خودش میتیگیت کرده این ریجکشن بلاکی که اینجا بوده. یعنی که بازار ببینید بازار همیشه از یک اوردر بلاک به اوردر بلاک دیگه حرکت میکنه. قیمت از این اوردر بلاک اینجا به سمت این اوردر بلاک اینجا اومد و از این اوردر بلاک اینجا قیمت به سمت این اوردر بلاک اینجا اومد. خب و دوباره به سمت بالا حرکت کرد و با توجه به اینکه به سمت بالا حرکت کرد، قیمت دوباره اومد اینجا. میبینید که اینجا تقریبا اینجا اومد یک واکنشی داشت. خب ولی اوردر بلاک به اون صورت قوی نبود که بتونه جلو قیمت رو بگیره، چون مارکت استراکچر ما یک مارکت استراکچر سعودی بود و قیمت اومد یک شادو به این اوردر بلاک زد و این اوردر بلاک رو فیلش کرد و به سمت بالا شروع به حرکت کردش و دوباره بچه ها این یک اوردر بلاکی هستش اینجا توی تایم فریم پایین تر، یک اوردر بلاک هست در تایم فریم پایین تر که ما دوباره اونو میکشیم رسمش میکنیم و به سمت بالا شروع به حرکت میکنیم. حالا با توجه به اینکه این اوردر بلاک ما اینجا مشخص شدهش، اینم ببینید این خودش اینجا، این خودش یک اوردر بلاک هستش بچه ها. خب درست اوردر بلاک این ناحیه یک اوردر بلاک هستش. ببینید من بیارم این
این خودش اینجا یک اوردر بلاک هستش، ولی میبینیم که این شادویی که اینجا هستش، ببینید به این شادو دقت کنید، این شادوی اینجا اومده نقدینگی اینجا رو گرفته، نقدینگی 3 ساعت پیش رو جمع کرده و این اوردر بلاک اینجا از دل این شادو به سمت بالا حرکت کرده. پس من میام چیکار میکنم؟ برای اطمینان میام این شادوی اینجا رو برای استاپ گذاری در نظر میگیرم. چرا؟ چون شاید قیمت بیاد با یک شادو استاپ این کندل رو جمع آوری کنه و وقتی که من اینجا اینو در نظر بگیرم و امتداد بدم، میبینم که دقیقاً قیمت به این محدود احترام گذاشته. ببینید اصلا با بدنه کندل ورود نمیزنه. اگه اوردر بلاک شما یک اوردر بلاک درست و در جهت رقم باشه و اوردر بلاک طلایی باشه، قیمت نباید با کندل، با بدنه کندل درونش کلوز بده. حداقلشو دارم میگم، حداقل نباید با بدنه کلوز بده. حالا با اوپن یا کلوز کندل کلوز بده داخلش ایراد نداره. ولی خب مثلا اگه این اوردر بلاک من مثلا این کندل به این سبز بزرگه رو میبینید، این کندل برعکس بشه بیاد اینجا بسته بشه، این نشون میده که این اوردر بلاک من یک اوردر بلاک ضعیفی هستش و باعث نمیشه که قیمت یک حرکت جانانه و اصلی به سمت بالا کنه. میبینید که قیمت اومده به سمت بالا، حرکت اصلیشو از اینجا شروع کرده به سمت بالا و تا این بالا اومده. ببینید بچه‌ها وقتی که نقدینگی رو متوجه بشید، ببینید قیمت اومده بالا، نقدینگی اینجا رو با یک شادو جمع کرده، بعد اصلاحش رو داده به سمت پایین. این اصلاح هم اومده اینجا رو نقدینگی جمع کرده. در واقع قیمت از یک نقدینگی به نقدینگی دیگه و از یک اوردر بلاک به اوردر بلاک دیگه شروع به حرکت میکنه. ببینید بچه ها، ببینید فضای خالی همون راهی که قیمت میره رو برمیگرده، راهی که رفت و برگشت. ببینید به چه صورت برگشت. میخوام دیدگاهتون نسبت به چارت مفهومی باشه، نه اینکه خب شما بیاد بگید خب این کندل نمیدونم این گلف کرده، خب این اوردر بلاک. خب نه، اینجوری نباید ترید کنید. شما باید بدونید که آقا این اوردر بلاک شما نمیتونه باشه به این دلیل که اولا خودش دو تا نقدینگی اینجا هستش، دو تا نقدینگی کندلی اینجا هستش. دوما اومده خودش نتونست اینجا رو بریک کنه و با این نقدینگی اومده برابر شده و در تایم فریم پایینه شما نباید بیای اینجا دنبال اوردر بلاک باشی. متوجه شدید چی میگم؟ پس اینجا نباید دنبال اوردر بلاک باشی. خب شما اوردر بلاکت کجا میتونه باشه؟ ببینید از همین شروع کنیم بیایم بالا. این خودش میتونست یک اوردر بلاکی باشه، خب قیمت بهش واکنش نداده. توی تایم پایینتر اینجا خودش میتونست یک اوردر بلاکی باشه. ببینید شادوی این کندل میتونست یک اوردر بلاکی باشه. چرا؟ چون بچه‌ها ما می‌بینیم شادو قیمت وقتی به سمت بالا اومده یک حرکت نزولی زده و بعد به سمت حرکت کرده. خب ما می‌بینیم اینو یک دونه اوردر بلاک در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که قیمت اینجا واکنش داده. یا دوباره مثلا اون مثال قبلی ما می‌بینیم اگه اینجا رو اوردر بلاک در نظر بگیریم، می‌بینیم که خب بابا این دو تا نقدینگی اینجا داره، احتمال استاپ زدن هستش. من میام این شادو اینجا هم در نظر می‌گیرم. و وقتی شادوی اونجا رو شما در نظر بگیرید، شادوی اینجا رو شما در نظر بگیرید، میبینید که استاپ خوردن یکم براتون سخت‌تر میشه. یعنی به راحتی با یک تلپی استاپ نمیخورید، یکم سخت میشه استاپ خوردن براتون. حالا فوقش از روی حجم معامله که میخواید بزنید، مثلا فرض مثلا میخواید 1/10 بزنید، خب 1/10 نزن، به مثلا 900 بزن، ولی شادوی اینم در نظر بگیر. 1/10 بزنید بهتر از اینه که استاپ بخوره تا اینکه بخوای چی گفتم اصلا نمیدونم، ببخشید. اگه شما 900 بگیری استاپ نخوری، بهتر از اینه که بخواید 1/10 بگیری و استاپ بخوری و استاپت این پشت باشه. قطعا شما بیا استاپ رو بذاری اینجا، 900 بگیر، 800 بگیر، یک سود معقول بگیر تا این نقدینگی بالا، خیلی راحت. بچه میخوام دیدگاهتون نسبت به چارت اینجوری باشه. امیدوارم که بتونید دیدگاه لازمی که من مد نظرم هستش پیدا کرده باشید. این ویدیوی بخش دوم که قسمت دومش هست زیاد نمیخوام طولانی کنم، فقط خواستم یک دیدگاه جانانه بهتون بدم، یک دستگرمی باشه که وقتی که من رفتم توی ویدیوی بعدی سراغ عرض به خدمتتون بشه نحوه ورود
روی تایم فریم پایین‌تر، تایم فریم 5 دقیقه 1 دقیقه، سراغ تایم فریم 30 ثانیه 15 ثانیه نمیرم، واسهتون زود هستش. فعلا تایم فریم 5 دقیقه 1 دقیقه رو اوکی باشید شما. بعد من یک ویدیو جداگانه ضبط میکنم روی فقط تایم فریم 15 ثانیه و 30 ثانیه، نحوه ورود و ترید کرده رو بهتون یاد میدم که باید چجوری ترید بزنید روی تایم فریم پایین‌تر و اونم جداگانه براتون قرار میدم. توی ویدیوی بعدی یه دونه اکسپرت مدیریت سرمایه براتون حالا آموزشم بهتون میدم که بتونید با اون اکسپرت معامله کنید، یعنی خودش حجم و اینا رو اتومات براتون محاسبه میکنه. توی ویدیو خودش بهتون توضیحات لازم میدم. حالا نمیخوام زیاد تایم این ویدیو زیاد بشه. این اندیکاتور هم هستش که برای بچه‌هایی که تازه با اسم پلان آشنا شدن میخوام معرفی کنم تو ویدیوی بعدی. حالا ویدیوی بعدی اگه تایممون برسه معرفی میکنم، اگه نشد تا ویدیوی بعدیش، یعنی دو تا ویدیو بعد از این معرفی میکنم که بتونید کامل با کمک اندیکاتور بتونید مارکت استراکچر و نقدینگی رو بهتر تشخیص بدید و دیدگاه خوبی نسبت به چارت پیدا کنید. من توصیه نمی‌کنم با اندیکاتور ترید کنید، فقط این صرفا اندیکاتور میتونه یک دونه کمک برای تازه کارها باشه که بتونن مارکت استراکچر رو بهتر تشخیص بدن. زیاد وقتتون رو نمیگیرم. بچه‌ها راجع به نقطه ورود و نحوه ترید کردن ویدیوی بعدی که میشه بخش سوم، راجع به نقطه ورود و نحوه ورود توی اون ویدیو با هم صحبت میکنیم. ارادتمندم، قربون شما، شب خوب داشته باشید. فعلا خدا نگهدار.